4 پیمانه، پیاز رنده شده 1 عدد، کلم سر 1 کیلو، گوشت چرخ کرده 250 گرم، سبزی که شامل تره، ترخان، شوید و ریحان هست 250 گرم، آرد نخودچی 2 تا 3 قاشق غذاخوری، آبقوره نصف استکان و روغن به میزان لازم، پودر لیمو امانی 1 قاشق غذاخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، نمک و فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری و دارچین 1 قاشق مرباخوری. خیلی عالی، متشکرم. چجوری شروع کنیم کار رو؟ خب من ابتدا کلمامو تا میذارم سرخ بشه، بعد توضیح میدم در موردش. خب من کلمی رو که داشتیم رو توی این میریزیم. خب کلم قمری یا کلم سر یا کلم توی بعضی از شهرهای ایران به نام کلم قنبیط هست. این کلم من برنامه‌های قبل داشتم که بهم گفته بودن که کلم سر چیه. توی خیلی از شهرهای ایران مرسوم نیست که کلم سر رو نمیدونن. کلم سر به این صورت هست که بعضی جاها به نام حتی کلم شلغمی هم اون رو میشناسم. من اینو امروز آوردم تا دوستانی هم که نمیدونن متوجه بشن. این رو میشوریم، پوست میگیرن و اون رو به خلالهایی مانند سیب زمینی اما خیلی نازکتر در میارن. اون رو اجازه میدن که توی روغن با روغن مثل سیب زمینی اون رو تفت میدن، اما به حدی که رنگ اون روشن بشه، یک مقداری حالت عسلی پیدا کنه، اما نمیخوایم اون زیاد سرخ بشه و مانند سیب زمینی رنگ اون تغییر کنه، چون این اگر که رنگ اون رو تیره بردارن، زمانی که با بخار برنج هم بهش میخوره 1-2 درجه رنگ اون تیره تر میشه. خب من تا این کلم ها سرخ بشه، اینجا یه گوشتی داشتیم برای مواد کوفته ریزه اون، همون قلقلیای اون که توی شیراز به نام کوفته ریزه مشهور هست. این گوشتی رو که داشتیم میتونه مخلوطی از گوشت گوساله یا گوسفند باشه. میتونه هم عزیزان اگه نداشتن به تنهایی از گوشت گوسفند یا گوشت گوساله استفاده کنن، هیچ تفاوتی نداره. فقط یک تفاوت جزئی داره که الان میگم خدمتشون. پیاز رنده شده، مقداری فلفل سیاه، زردچوبه و نمک و آرد نخودچی. عزیزان آرد نخودچی رو ما کم کم اضافه میکنیم. اگر که گوشتی رو که ما داریم گوشتی بود که چربی اون بیشتر باشه یا آب پیازمون بیشتر باشه، اون آرد نخودچی بیشتری نیاز داره. اما بعضی از گوشت ها به خاطر اگه درجه چربی اون پایین تر باشه، مقدار آرد نخودچی اون کمتر هست. ما به حدی توی اون آرد نخودچی میریزیم که وقتی اون رو چنگ زدیم و کاملا یک دست شد، اون به صورت یک خمیری که به دست نچسبه در بیاد، همین کافیه دیگه. لازم نیست بیشتر از اون رو آرد نخودچی به اون اضافه کنیم. زمانی که آرد نخودچی رو به اون اضافه کردیم و اون رو کاملا ورز دادیم، اون رو به صورت قلقلی های ریزی که من در اینجا آوردم در میاریم و اون رو توی روغن تفت میدیم. اون رو توی روغن که ریختیم نمیایم با قاشق همون موقع همش بزنیم، توی یک تابه میریزیم و اون رو تکونش میدیم به حدی که رنگ اون یکم به حالت قرمزی پیدا کنه و برشته بشه. باز همون میگم زمانی که اگر هر موادی رو که سرخ کردنی هست، اما از کلم یا گوشت چرخ کرده رو عزیزان داخل برنج بخارپز، برنجی که داره دم میکشه بریزن، رنگ اون تیره میشه. خیلی متشکرم. بریم فهرست مواد اولیه رو ببینیم، برگردیم. سوالاتی رو هم که پرسیدید رو از خانم حیدری خواهم پرسید.
خب داری تصویر کلم پلو شیرازی رو می‌بینید. این دیگه از اون کلم پلوهای شیرازی است کاملا که به گفته خانم حیدری طبق دستورالعمل مادر بزرگ‌هامون آماده شده. اینه که خیلی اصیله، کنارش هم سالاد شیرازی همیشه هست وقتی که دیگه شیراز درست میکنن. ترشی هم که گذاشتید چه شود. اما یه چند تا سوال بپرسم قبل از که بریم سراغ مرحله بعد. بیننده عزیزی گفتن که این سبزی نسبتاش چقدره با هم دیگه؟ بله، سبزی کلم پلو تره کمتر از هم است، اما شیوید و ترخان بیشتره. باز نسبت ترخان نسبت به میتونه شیوید و ریحانیه که به یک نسبت باشه و ترخان اون بیشتر باشه. عزیزان، برای که بوی عطر بهتری داشته باشه، حتی اگر سبزی خشک داشته باشن، مخصوصا ترخان و ریحان میتونن مقداری از اون رو کمتر، یعنی به همون نسبت، همه رو با نسبت مساوی استفاده کنن و در انتها مقداری 2 تا مثلا قاشق غذاخوری ترخان خشک و 1 قاشق غذاخوری ریحان خشک رو به اون اضافه کنن. طعم بوی، چون ما سبزی های خشک بوی عطر معطری رو دارن. بسیار عالی. ادامه میدید تا من در بین کار با سوالا رو بپرسم چون می‌تونم زمان کم بیاد. خب ما برنجی رو که داشتیم از شب قبل با مقداری نمک یا 1-2 ساعت قبل با نمک خیس می‌کنیم و طبق روند هر روز اون رو آبکش می‌کنیم. اما زمانی که در انتهای زمانی که میخواد بجوشه، برنج ما انتهای اون هست که جوشیده، ما مقدار کمی زردچوبه اندازه 1 قاشق چایخوری زردچوبه به اون اضافه می‌کنیم و اینکه این مقدار 1-2 قاشق هم از سبزی که داشتیم در آبی که داره میجوشه، برنجی که در حال جوش هست میریزیم. اینجا باعث میشه که یک رنگ لیمویی خیلی زیبایی همراه با متمایل به زرد رو به ما بده که زمانی که برنج رو دم میکنیم این کیفیت کار خیلی بهتر میشه و خیلی زیباتر و قشنگتر هست برنج ما. خب من برنج رو باید حتما مقداری دانتر یا زنده تر برداریم، چون آب سبزی رو که اینجا داریم باعث میشه که برنج ما یک مقداری اگر که دونش نرمتر باشه اون شل بشه. پس دونه برنج رو دانتر برمیداریم و زمانی هم که به سبزی رو داریم بهتر این هست که حالا کلم پلو چون یه غذای خیلی پرکاری هست و اینکه زمان میبره برای درست کردنش، از روز قبل مواد اولیه اون رو آماده کنیم و اگه شب قبل اون سبزی رو خرد کنیم. اما این سبزی نباید مثل سبزی های دیگه، پلوهای دیگه خیلی ریز خرد کنیم، باید یه مقداری اون درشتر از بقیه سبزی ها باشه و شب پهن کنیم توی یک سینی، حداقل 1-2 ساعت آب اون یک کمی حالت نیم خشک پیدا کنه و بعد اون رو به برنج بزنیم. احتمال اینکه مخصوصا در حجم‌های زیاد احتمال اینکه برنجمون یک مقدار شل بشه هست. بسیار عالی. خب ما در اینجا مقداری روغن کف قابل معمول می‌ریزیم. عزیزان میتونن برای تهدیگ کلم پلو از برگ کاهو، برگ خود کلم ورقه شده یا سیب زمینی یا هر چیز دیگه میخوان میتونن استفاده کنن. خب ما 1 لایه از این رو می‌ریزیم. خب دیگه اینجا که لایه لایه است، سبزی رو لایه لایه اضافه می‌کنیم. اگه توضیح بدید دیگه فقط ممنون میشم. ما یه مقداری پودر لیمو عمانی داشتیم، بعد فلفل سیاه و دارچین. این 3 تا رو با هم مخلوط می‌کنیم. بله دارچین. حالا این یک چیز خیلی خوبه، نکته خیلی خوبه. این هر 3 رو با هم مخلوط می‌کنیم و زمانی که این پودر رو، زمانی که برنج رو لایه به لایه می‌چینیم، مقداری از این پودر رو لایه به لایه برنج می‌ریزیم. این باعث میشه که بوی عطر و طعم خیلی بهتری این برنج داشته باشه. زمانی که کلم ما سرخ میشه، کلم قمری به خاطر اینکه یک مقدار طعم شیرینی رو داره، ما میایم مقداری آبقوره به اون اضافه میکنیم و بعد هم کلم رو هم اون کوفته ریزه‌ای رو هم که داشتیم به اون اضافه میکنیم، مقدار آبقوره هم اضافه میکنیم و لا به لایه برنج و برنج ها رو که 1 لایه گذاشتیم 1 لایه هم از کلم و کوفته ریزه میریزیم و اون رو دم میکنیم. فقط خیلی مختصر، زردچوبه میخواد به کلم اضافه کنیم یا نه؟ نه نمیخواد اضافه. چون رنگ اون به زردی و توی برنج خودش زرد هست، اون همه خیلی شکلی. ممنون از توضیحاتتون، متشکرم.